خانه‌تان اگر هر روز قرآن بخوانید، هر روز در خانه‌تان موعظه باشد، اون شهوات یک مخلوق سرکش به کنترل است که آخی هیچ کس نمیتواند کفالت دهد که خودش همون جنایت رو میکند. زیرا حال ما عزیز ایستاده گپ بزنیم که فلان چند خیلی کرده این بدبختی به عقل نخواد تو از قرآن خبر داشته باشی که همه جنایت کنی. علیاذ بالله خدا پناه دهد که امتحان ما رو گرفتار میکنه. آنقدر اون زنک در پیش این دامولا وجود چه نشان میدهد، همه جای زیباییش حتی زنش دامولا همه خیلی دیدگی نیست. از پشت تلویزیون ایستاده دیده حواست برده است در پیش باشه خود کنترل کرده بدونی، یا تو حضرت یوسفی که کفالت داری گارانتی داره که زنا نمیکنی. باید در حق آنها نخ اینا هزارش تهمت است. باور کنید 20 سال جات خودشان کرده زندگان جات نشان نمیدن. اینا تهمت در حق مسلمانان است. اگر ما عزیز خسته با در حق آنها گام کنیم، ما یک نفری هستیم که تهاد اسلام خوب نفهمیدیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب في الدنيا وعذاب الاخره. الله در سوره نور میگه زمان عایشه مادر تهمت کردن این منافقا، این تهمت‌ها همه خیلی تهمت میبافن که انسان در تحیر و حیرت میافتد. وقتی که عایشه مادر تهمت کردن، رسول معظم اسلام تا وحی نعمت حتی در شک شبهه افتیده بود. پیامبر بزرگ بود، میتوانن همه قدر زیبا بسازنش که انسان خودش حیران شود. اما خدا چی میگه؟ شخصانی که عملهای بد، فحشا و بی‌فاحشگی، عمل گناه دوست می‌دارن که در بین مردم تشریعش کنند و مردم برسانند، تماشا دهند، اونها بدانند که عذاب دنیا و آخرت برای آنهاست. ما باید این گروه نباشیم، ما باید دوست نداریم. بعضی از نماز خواندار میبینن تلفنش گرفته تماشا کنن. فهمیده بشید برادر عزیز تماشا راضی هستی. تو راضی باشی یک علامت نفاق در قلب تو وجود دارد. و وظیفه ما چی است؟ من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. پر ستر کردن ای وظیفت، پوشاندن عیب مسلمانان، نه اینکه آشکار کردن در بین مردم شرمنده کردن است. تو بیا یک خط کفالت همه تون پیشنهاد کنید. کی گارانتی برای شما داده 10 روز پس همین کار خودت نمیکنی؟ یگان کس کفالت داده برای تو، خدا نشان ندهد. همه خیلی مسخره کرده خلق در حق او برادر، شاید همین بلا در خود روز دچار شود، خود مردم تماشا کنه شرمنده وار. باید هیچ وقت در بین مردم خشم گفت جاگهشون جدا کنن، زیرا که این شهوت طغیان کرد دیگه پیش هیچ کس گرفته نمیکنه. حتی شاید یک هفته نشده است یک نفر نقل کرد در یک محله یک دختره که شوهر میتیم بره او به قرآن تکا شوهرش میتیم شب اول همون همسرش همون شوهرش میگه به من نزدیکی نکن. میگه چرا؟ میگه من دختر نیستم. خودش میگه که من دختر نیستم. من میگه وقتی دختر نباشی من صرف دادم خراجات کردم برای من گفت که سبب دختری تو از من رفتن چی شد؟ بعد گفت که وقتی با یک عقه خودم برادری خودم فهمید فرغان خودم خونه خیش تمام من آمدیم، هر دومون تنها بودیم. اما در بین نه جای خلوت و ماشین من کرده دست درازی کرد در حق ما کار کرد. یعنی عقه خودش کردن. برادر عزیز او هم میگم که کفالت ندارد. بنابراین خاطر وقتی که ما از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله این تعلیم گرفته خودمان از پیغمبر به عقل نگیریم. زیرا ما هیچ عقلی نداریم. ما پیغمبر بین زمین و آسمان فاصله است. پیامبر صلی الله علیه و آله دور اندیش بودن، ما اینا پیش ما نمیبینیم گپ بزنیم. رسول الله عصرها اون طرف دیده گپ میزدن که برای ما و شما این تعلیم دادن. اگر حجره کم داریم